سلام، نیلوفرم. اومدیم با یه ولاگ دیگه. فعلا هنوز مقصد معلوم نیست. همیشه مقصد معلوم. و اینکه لایک، سابسکرایب، کامنت یادتون نره. خیلی خوشحال میشم ازم حمایت کنین. واقعا خوشحال میشم. ماچ نمیخوام بکنم. آره. کار به کیفیت موضوع نشده باشیم بچه رو خوشحال کنیم. کیفیتش خوبه دیگه. این هم ویدیو باحال میگیرم. جای خوشگل. تا آخر نگاه کنید جای. آره موزیکا هرچی آخر میره یهو کیفیت ویدیو من بهتر میشه. اگه دوست دارید از بحثامون دعوامون هم بذاریم حتی. الان مثلا نیلوفر اینو همیشه میذاری اینجا. این رو مخ منه. کل جای منو میگیره. ببین این هست. یه سری چیزا هست که نمیتونم نشون بدم و کلی وسایل دیگه. نکن. اینجا بی‌آبرو. کوپرم بیاد. کوپر صداش اومد بالا گفت چقدر پدرم بی‌آبروه. آفرین. بریم. فعلا. خدافظ. خدافظی نه تازه شروع شده. به سلام. فعلا داستان بر این شد که بریم سمت نوشهر. یه لوکیشن اونجا پیدا کنیم و کم کنیم. خوش میگذره. من نهار نخوردم. بعد خیلی گشنم شد. الان مثلا ساعت 7:08 صبحونه مثلا ساعت 12 اینا خوردم. نهار نخوردم. اول نهار خوردم. خیلی یهو گشنم شد. همجور داشتم بچه ها رو گفتم من خیلی گرسنم و فلان. یهو ساندویچ بهم دادن. جان گرفتم. و همچنان دارم میخورم. حالا دست در نکنه مشکان جون. بریم دنبال پمپ بنزین. یه بنزینی بزنیم. این از ماجرا. دریا زخم پاروهاش همه شوریده غصه همون ترس ما این هست قلق و گرگو شهر ما دیره هواش دلگیره ناخدا خورشید اینجا میمیره. بایستدیم یه چای بزنیم و حرکت کنیم بریم سمت. فعلا لوک تصویب شد برای اینکه بریم دریاچه اروا. حالا ببینیم چی میشه. پیش پیش. سلام. مژگان سرش پایینه. سر به زیر. خب اومدیم در بدر جنگل دریاچه اروا و رامون ندادن. داریم میریم یه لوکیشن پیدا بکنیم کجا بریم. با من همراه باشیم. الان رسیدیم تنگه‌دار و اومدیم داخل. بریم جای لوکیشن پیدا کنیم و شب خوشگلیه اینجا. شکلش نشون میدم. درشو فردا مطمئنن روز خیلی
هم پیش ما فعلا بساط شام رو داریم فراهم میکنیم که بعدش ببینیم چه خبره جامون فریم بادیم و اینا. بودو سلام سلام بازی گردی آده برم پیش استم کوپه سنگ نه دندونات نه گیشنیزه و این دست منه حاکم هم خودمه جالب بدون دیگه نشد ویدیو بگیرم ما کم کم داریم میخوابیم شب خوش داشتیم جمع میکردیم به خاطر اینکه گوشی من شارژ داشت 2% بود نتونستم جمع کردن وسایل واسهتون ویدیو بگیرم لال نمیرم جمع کردیم به خاطر اینکه صبح 13 به در شده ما همه سگ یه ذره مسئولیتمون بیشتره گفتیم که بهتره که لوکیشنمون رو عوض کنیم زیادم خیلی ازدحام جمعیت دوست نداریم بیشتر به خاطر همین میریم تو طبیعت میریم یه جای خلوت‌تر یا اینکه بریم یه جای قابل دید بهتر خوشگل‌تر اون موقع میشه ترازو یه بالانسی ما داریم از این جنگل تنگدار میریم بیرون دیشب یه اتفاق ریزی افتاد بچه ها رفتن ببینن جا پیدا میکنن و فلان و این حرفا یه اکیپی دورشون کردن و دیدن کجا داره کنین و فلان و این حرفا بچه ها با کلام درست کردن ولی خب دیگه یه بدفازی مون چون لوکیل که میخواستیم تنی به آبم بزنیم اینا سطح بالاش مشرف بودن گفتیم از اینجا بریم بیرون فعلا یا میریم آبشار اسمش چیه؟ کیامید
آبشار کیامید یا میریم جنگل عرب. شاید هم دوتاش اینطوری. آره کوپر جون خوش گذشت به شما. چیه؟ درخت توته. آره بلد نداری. این دوتا با آیجی بده شلوارم افتاد. بیاجی شلوارم موقع اومدن بیرون نگهبانی از پلاک اون عکس گرفت. چیزای چرت و پرت، واقعا چیزای چرت و پرت. من ماشینم اینه، من داخل شهرم همینم، از هیچ حریمی غیر از ماشینی که دیگه ای که داره میره که خارج نمیشم. برای چی همچین قانون مسخره اصلا متوجه این قضیه نمیشم. و اینکه به قول احمد که لنکروزو اف جی اوکیه، با اینکه 2 دفعه میره میشه، مثلا پاترول فقط نه، ایفی پول میده. هیچ فعلا نه این خارج میشیم بریم جای دیگه رامون میدن به صورت مسخره. ماشین آفرود نیست، این ماشین نمیتونه بره. چطور ما این میتونه اون نمیتونه؟ بومی مومیه مگه؟ طبیعت واسه بومه. پشت ماشین بچه ها نشستیم. ماشین ما چون به طور آفروید به حساب میومد نمیتونستیم بریم. اومدیم اینجا به چه سختی سم بیچاره باید زیر پای مامانش بشینه، ما پشت. داستان ها ول کنه، داستان هم نیست. کوپر کوپر تورا یه خانواده خوک دیدیم، مار دیدیم، یه مار دیدیم ولی هیچ کدوم ویدیو نگرفتیم چون تو لحظه دیدن شوک بودیم و گوشی اصلا مهم نبودیم لحظه. این مدل الان یه ولاگای من همینقدر بی محتوا بدون هیجان خودم هیجان تجربه میکنم، فقط خودم بدون نشون میدم. تپ گوشی دو میذاره روش خوشحال زنگ میخوره چه میدونم هشدار میده، نوتیفیکیشن هشدار میده. همکنون دوراهی، این دوراهی میره از یه ور دیگه در میخواستیم این آبشار کیامی داشتیم مسیر اشتباه میرفتیم، یه ماشین اومد ما رو نجات داد. زیاد بوده. مسیر شروع شد، داریم میریم به سمت آبشار. سینا
داشمون نیستن، همه جا هست. این آفروید تره که آفروید فقط کاش اینقدر شلوغ بی خود نبود. خیلی خوشگله ولی واقعا شلوغی بی خودیه. شلوغی درستی نیست. نه سب عقب برو وزیرابی بریم. واقعا ماهی بود یا تو خاکش دیدی؟ تو خاکش دیدی یا تو آب؟ داشتم آب بازی خیس شدن ولی خیلی حالا اومدیم یه چیز ریز بخوریم و برگردیم. بودو بریم کوپر بریم بودو مامان
برو کوپه کوپه برو قربونه تو بدم تو مسیر برگشتیم داریم برمیگردیم خیلی تاریکه باشه برای بعده سم بیا سم بودیم سواری کوپر چوپازی بودیم بودیم ما رسیدیم خونه کوپه خدا رو خسته. شکر برم بخوابم تو دو خدا نگهدار خدا